از زیر کلاهش چند تار موی تیره نمایان میشد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من دست گل را نگه داشتم. سپس با دست آزادم دست او را گرفتم و همانطور که در حال تعظیم بودم دستش را بوسیدم. در همین زمان متوجه فشار عجیبی که به دستم وارد کرد شدم. سپس او مرا با نگاهی خونسردانه از بالا تا پایین برانداز کرد. شانه‌ام را فشار داد. دستی روی سرم گذاشت و موهایم را نوازش کرد و در همان لحظه زندگی من به پایان رسید. زیرا بعداً فهمیدم که این حرکت علامتی برای محافظان قذافی بود که این معنا را میداد: من این یکی را میخواهم. اما در آن لحظه احساس کردم که روی ابرها